سلام، خوش اومدید به خانواده سالم. خانواده سالم یه بسته آموزشیه که توسط همکاران مرکز روانشناسی دکتر خباز طراحی شده و هدفش ارتقاء سلامت روانی در خانواده‌های فارسی زبانان سراسر دنیاست. محتوای این بسته در 3 حوزه فردی، زوج و کودک و نوجوان تقدیمتون میشه و قراره در هر قسمت با موضوعاتی که به شکل گرفتن یک خانواده سالم کمک میکنه بیشتر آشنا شیم. زندگی برای همه ما سختی‌های زیادی داره. حتی اگه برای همه چیز هم برنامه‌ریزی داشته باشیم، بازم ممکنه ما رو غافلگیر کنه. شما وقتی همه چیز اشتباه از آب در میاد چه واکنشی نشون میدین؟ واکنشتون وقتی خودتون اشتباه میکنین با وقتی بقیه اشتباه میکنن چه تفاوتی داره؟ چقدر به خاطر مشکلاتتون احساس شرمندگی میکنین؟ چقدر از خودتون انتقاد میکنین و براتون سوال پیش میاد که مشکل من چیه؟ چرا نمیتونم از پس مسئله‌ام بر بیام؟ گاهی ممکنه ناامید بشین و خودتون رو فرد ناتوانی بدونین یا اینکه خیلی افراطی تلاش کنین. اما اینکه از دردهای هیجانیمون اجتناب کنیم کمکی به ما نخواهد کرد. ناکامی‌ها و یا هر شرایط ناخوشایندی احساسات بعضا ناخوشایندی مثل شرم، خشم، ترس و پریشانی در وجود ما ایجاد میکنه. اما ما میتونیم با روش بهتر و سالمتری با این مسائل برخورد کنیم و به جای اینکه با احساساتمون بجنگیم رفتاری رو داشته باشیم که اگه شخص دیگه تو این شرایط قرار داشت باهاش رفتار میکردیم. وقتی یه قسمتی از بدنمون زخم میشه حتما اون رو تمیز و پانسمان میکنیم. سعی میکنیم از خودمون محافظت و مراقبت کنیم. اما وقتی روحمون آسیب میبینه چی؟ ما در روانشناسی مفهومی داریم تحت عنوان شفقت به خود یا سلف کامپشن که از فرهنگ بودایی گرفته شده و یک گونه از پذیرشه، اما نه پذیرش یه فکر یا احساس، بلکه پذیرش شخصی که اتفاقات ناخوشایندی رو تجربه کرده. شفقت باعث میشه تا اون احساس بدی رو که در مورد شکست‌های خودمون داریم به احساس مهربانی و درک شدن نسبت به خودمون تبدیل کنیم. اصولا وقتی کارا طبق خواستمون پیش نمیره شروع میکنیم به قضاوت کردن خودمون. همینطور وقتی با جنبه‌هایی از خودمون مواجه میشیم که دوستش نداریم غمگین میشیم. اما فردی که نسبت به خودش شفقت داره میاد با مهربونی و درک با خودش رفتار میکنه و نسبت به کاستی‌ها و عیبایی که داره پذیرا هست. شفقت به ما یاد میده که وقتی هیجان ناخوشایندی مثل غم رو تجربه میکنیم بتونیم افکار و احساسات دردناکمون رو بپذیریم. زمانی که ما توی واکنش‌های هیجانی میریم کنترلمون رو از دست میدیم ادراکمون محدود میشه. برای همین به این آگاهی نیاز داریم. به جای اینکه دائم بیایم احساسامون رو به صورت وسواسی وارسی کنیم، بیایم به اشتباهاتمون فکر کنیم، با اشتیاق و گشودگی اون احساس رو تجربه میکنیم. وقتی توی شرایط دشوار قرار میگیریم احتمالاً احساس میکنیم که ما تنها شخصی تو دنیا هستیم که داره رنج میکشه. پس این حالمون رو بد میکنه و احساس شرم میکنیم. به خاطر همین شرم خودمون رو منزوی میکنیم و از بقیه فاصله میگیریم. اما وقتی که هیجاناتمون فروکش میکنه از عقب‌تر به داستان نگاه میکنیم میفهمیم که فقط ما مقصر نیستیم. اون شرایط ممکنه به دلایل مختلفی ایجاد شده باشه و به خودمون گوشزد میکنیم که این موضوع فقط برای من اتفاق نیفتاده و من تنها نیستم و بیشتر مردم هم میتونن احساسات شبیه به این رو تجربه کنن. وقتی در مورد شفقت به خود صحبت میکنیم ممکنه اولش براتون عجیب باشه یا حتی حس بدی نسبت بهش پیدا کنین و فکر کنین که اصلا شاید چیز مثبتی نباشه.
علت این موضوع اینه که شفقت رو ممکنه با مفاهیم دیگه اشتباه گرفته باشیم. اولین مفهوم خود بزرگبینیه. توی خود بزرگبینی فرد یه رضایت بیش از حدی از خودش داره. بر همینم کاری نمیکنه، تلاشی نمیکنه که شرایط رو بهبود بده و این با شفقت به خود در تضاد هست. شفقت به خود با ترحم کردن به خود هم تفاوت داره. توی ترحم فرد خودش رو جدا از بقیه احساس میکنه. تو ذهنش اینه که خب خدا رو شکر این مشکل برای بقیه است نه من. اما توی شفقت فرد میدونه که رنج چیزیه که همه آدما تجربهش میکنن. تو ذهنش اینه حالا که این اتفاق افتاده عیبی نداره، طبیعیه، ممکنه برای هر کس دیگه همین اتفاق بیفته. شفقت به طور طبیعی باعث میشه که ما یه اقدامی داشته باشیم. مثلا وقتی میبینیم که بچه‌مون گشنشه فقط بهش دلسوزی نداریم، بلند میشیم یه کاری انجام میدیم و سعی میکنیم سیرش کنیم. و شفقت هم به همین شکله. یعنی شفقت نه تنها ما رو منفعل نمیکنه بلکه اصلا نبودن شفقته که انفعال رو ایجاد میکنه. فرد خودخواه با فردی که شفقت به خودش داره خیلی با هم دیگه فرق میکنن. آدم خودخواه خودش رو بهتر از دیگران میدونه، نیازهای خودش رو نسبت به دیگران ارجح میدونه که این خیلی با شفقت به خود فرق داره. توی شفقت به خود فرد برای نیازهای خودش ارزش قائله، اما این به این معنی نیست که از اون حس مهربونی و دلسوزیش نسبت به بقیه کم بشه. یکی از رفتارهایی که بین ما پستانداران وجود داره جستجوی نزدیکی و کسب آرامش از طرف مراقبینمونه که معنیش همون والدین خودمون میشه. ما برای اینکه یه پایگاه امنی توی دنیا برای خودمون فراهم بکنیم به مراقبینمون نزدیک میشیم. این سیستم مراقبتی که در اثر این تعامل ایجاد میشه توی ما یه احساس تعلق و دلبستگی امن ایجاد میکنه. باعث میشه که خودمون رو دوست داشته باشیم، احساس مراقبت شدن و شادکامی رو تجربه کنیم و در نهایت اضطرابمون هم کم بشه. اما حالا اگه توی یه خانواده آروم و ایمن رشد نکرده باشیم، چجوری میتونیم این شفقت رو وارد زندگیمون بکنیم؟ از نظر جسمانی مراقبه کردن و شل کردن عضلاتی که سفت و منقبضشون کردیم، تمرین تنفسی که توی اون زمان بازدم طولانی مدت‌تر از دم هست، خود مراقبتی یعنی تغذیه مناسب، خواب خوب، ورزش کردن باعث میشه که ذهن ما شفاف بشه. وقتی ذهنتون مغشوشه یا پر از فکرهای مختلف شده، واکنش مشفقانه اینه که دست از تلاش کردن برای حذف این افکار بردارین و قبول کنین که این افکار دائمی نیستن و دست از مقاومت بردارین. هر کدوم از احساساتی که ما تجربه میکنیم میخوان یه چیزی بهمون بگن و ندیدن اون احساس و سرکوب کردنش در زمان ناکامی ها نه تنها بهمون کمک نمیکنه بلکه باعث میشه که بیشتر توی اون حال بد بمونیم. حس انزوا میتونه اون ناخوشنودی عادی رو به ناامیدی یا اضطراب رو به وحشت تبدیل کنه. ارتباط ما با دیگران تأثیر بسزایی روی احساسات درونیمون داره. داشتن گروه‌های حمایتی و ارتباط‌های خوب میتونه در تقویت شفقت بهمون کمک کنه.